همه عمرم تو پرواز، از رو اقیانوس آبی تو سالون ترانزیت میخوابیدم روی صندلی خالی. مهاجرم مهاجر، زمین خیلی کوچیکه واسه من. مسافرم آره مسافر، نمیرسم ولی به خونه من. بالاخره بعد یک پرواز طولانی 11 ساعته رسیدیم به کوبا و شهر هاوانا، شهری تاریخی با بیش از 2 میلیون نفر جمعیت که قدمتش به قرن 16 برمیگرده و البته شهر رنگ‌های شاد و موسیقی و سالسا. اینجا جایی هست که برای 3 شب تو هاوانا قرار زندگی بکنیم. آپارتمانی قیمت شبی حدود $40 که دقیقاً کنار کاپیتول یا همون به اصطلاح سمبل شهر هاوانا هستش. اینجا تو هاوانا سخته که بخوای هتل مناسب با قیمت مناسب پیدا کنی. به جز چند تا هتل شیک و گرون، این اکثرا مردم محلی هستن که خونه هاشون رو به توریست‌ها اجاره میدن. داش واسه کوچیک داریم اینجا. اون که چراغ کار کنه. لیوینگ روم کوچیک. تلویزیون، اتاق خواب. این زن همسایه بغلی است که هر روز به ازای نفری $5 صبحونه درست میکنه و میاره میچینه رو میز ما. تخم مرغ، میوه‌های استوایی مثل پاپایا و آناناس و البته آب میوه و قهوه. قیمت خوبی حساب میشه، چرا که تو اروپا واسه همچین چیزی حدود نفری $15 یا بهتر بگیم یورو باید هزینه کرد. یکی از کارهایی که دوست داشتم تو هاوانا انجام بدم گشتن تو شهر با یکی از ماشین‌های قدیمی خوشرنگ یا به اصطلاح اولدتایمر هستش. ولی از اونجایی که امروز هوا بارونیه تصمیم گرفتیم به جاش با یه اتوبوس توریستی مصوب یا همون هاپ به ازای نفری $10 یه گشت 2-3 ساعته توی شهر بزنیم. هرچند که هاوانا بدون آسمون آبی خیلی لطفی نداره. چیزی که تو تمام شهر توجه رو جلب میکنه تصاویر فیدل کاسترو و چه گوارا است. فیدل کاسترو علاوه بر رهبری انقلاب کوبا از سال 1959 تا 2008 میلادی به عنوان نخست وزیر و رئیس جمهور کمونیست کوبا مشغول فعالیت بود. اون در میان رهبران کمونیست جهان طولانی‌ترین دوره حکومت رو داشت. ریش، سیگار برگ و لباس نظامی سبز زیتونی نمادهای ماندگار ظاهر کاسترو هستند. چه گوارا هم که نظریه پرداز جنگی و انقلابی مارکسیست اهل آرژانتین بود و یکی از شخصیت‌های اصلی انقلاب کوبا. شعر و ظاهر اون به عنوان یکی از نمادهای فرهنگ انقلابی و یک نشان حماسی جهانی شناخته میشه. چیزی که برای من خیلی عجیب بود تعداد ساختمان‌های تخریب شده‌ای بود که سالها جنگ و استعمار رو تجربه کرده. واقعا شگفت انگیز بود، یه جورایی مثل یه منطقه جنگی. و این فقط مختص بخشی از شهر نبود، بلکه تقریبا کل شهر خرابه بود، به جز حدود 10-20% ساختمان‌هایی که دستی بهشون کشیده شده بود. و جالب‌تر این که تو ساختمان‌هایی که فکر می‌کنیم متروکه است و قابل سکونت نیست، افراد زیادی سکونت دارن. بعد از گشت و گذار 2 ساعته با اتوبوس تصمیم گرفتیم که پیاده کوچه‌های شهر رو طی کنیم و یه چیزی هم واسه خوردن پیدا کنیم. تو دل مرکز شهر هاوانا، جایی که باز هم ساختمان‌های قدیمی و آشغال و کثیفی به چشم می‌اومد و مردم بیکار جلوی خونه‌هاش نشسته بودن. انگار که سالیانه که باز منتظر خبری جدید، رهبری جدید یا شاید انقلابی نو هستن.
صدای موزیک سالسا که از بعضی از خونه‌ها تمام روز شنیده میشد و مردمی که اکثرا بیکار هستند یه ترکیب غریبی از امید و ناامیدی رو تداعی می‌کرد. بازار و تره‌باری که توش به جز مقدار محدودی میوه‌های استوایی و انواع سیب زمینی خیلی چیز خاصی توش پیدا نمی‌شد. مرغ و گوشت یه جورایی کالای لاغچگی حساب میشه و هر کسی توان خریدش رو نداره. از جلوی چند سوپرمارکت رد شدیم که شاید بتونیم یه چیزایی بخریم و خودمون غذا درست کنیم. ولی تو سوپرمارکت‌های آزاد به جز مواد شوینده و یک سری کنسرو تقریبا چیزی پیدا نکردیم. مردم کوبا یه جور سیستم غذایی سهمیه‌ای یا همون کوپنی دارند و جلوی بعضی از مغازه‌ها صف‌های مردمی رو میشه دید که واسه گرفتن سهمیه صف کشیدن. در واقع به عنوان توریست کافه ها و رستوران ها تقریبا تنها شانس سیر کردن خودمون بود. کافه ها و رستوران ها و بارهایی که تقریبا فقط توریست ها توان پرداختشون دارن و قیمت هایی که با اروپا قابل مقایسه است. صبح روز بعد هوا خیلی بهتر بود. واسه همین طبق معمول صبحونه‌ای که خانم همسایه آماده کرده بود رو خوردیم و رفتیم که یه تور با ماشین‌های قدیمی بگیریم. پیاده به سمت ساختمان کپیتول که اکثر ماشین‌ها اون اطراف می‌گشتن و بعد از یه چونه‌زنی کوچیک با یه راننده که اصلا انگلیسی حرف نمی‌زد ولی ماشین خوشگلی داشت معامله کردیم. واسه یه تور 2 ساعته همراه با توقف تو پارک به قیمت $50. سعی می‌کرد چیزایی از شهر توضیح بده که من اسپانیایی خیلی نمی‌فهمیدم. یکم که گذشت گوشیش رو بهم داد و گفت موزیک بذارم. منم یه موزیک قدیمی کوبایی انتخاب کردم و خودش هم شروع کرد باهاش زمزمه کردن. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
روز بعد تصمیم گرفتم کمی از قسمت توریستی شهر دور بشم و ببینم که به جز اون ساختمان‌ها و ماشین‌های رنگی مردم عادی چطور زندگی میکنن. شوکه کننده بود. چیزی غیر از فقر و بدبختی دیده نمیشد. اینکه آیا این آینده‌ای بود که مردم از انقلاب کوبا و خارج شدن از زیر سایه کشورهای اروپایی و بعد هم آمریکا انتظارشو داشتند؟ بعید میدونم. رفتم و جز خرابه و فقر و کثیفی چیزی ندیدم. یه جورایی میشه کوبا رو آینه عبرت کشورهایی دونست که انقلاب بی حساب کتاب میکنن. مردمی که به شدت وابسته به توریست هستند و توی خیابان‌ها یا رستوران‌ها از هر موقعیتی استفاده میکنند که از توریست‌ها پول در بیارن. یه مواقعی حتی کار جای باریک و بحث و جدال هم میکشه که واسه خود من هم تو رستورانی که چند برابر ازم پول گرفت پیش اومد. در هر صورت هاوانا برای من از اون شهر رنگی و شادی که مردمش فقط در حال رقص و آواز هستن فاصله داشت. ولی من هیچ وقت از اینکه به این شهر سفر کردم پشیمون نیستم. چرا که چیزهای زیادی بهم یاد داد، از جمله اینکه تصمیمات سیاسی غلط چقدر سریع میتونه جای شادی و فقر و فلاکت و غم عوض کنه. دیدن اینکه مردم کوبا خارج از رستوران‌ها غذا خوردن توریست‌ها رو تماشا می‌کنند و جلوی موسیقی رستورانی که توان وارد شدن بهش رو ندارن میرقصند، از طرفی آدم رو آزرده میکنه و از طرف دیگه نور امیدی هست برای اینکه رقص و موسیقی تو این شهر با تمام مشکلاتش تا ابد جریان بیفته. زنده باد هاوانا، زنده باد کوبا. تو قسمت بعد خواهید دید سفر پرماجرا به دل طبیعت کوبا و روستای وینیالس، تماشای طلوع آفتاب با اسب، بازدید از کابوی های کوبایی و طرز ساخت سیگار برگ و پرواز با درون تو کشوری که درون تولید نداره. کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید تا در جریان ویدیوهای بعدی قرار بگیرید. همچنین لایک ها و کامنت های شما برای ساخت ویدیوهای بیشتر به من انرژی میده.